فرض کن من اینجا یه دستگاه ساختم به نام اساره‌گیر اطلاعات و اول از همه قرآن رو میندازم داخلش، بعد اشعار مولوی و حافظ رو میذارم داخلش، بعد پایه‌ای ترین اطلاعات عرفانی که از 2500 سال پیش تا به امروز اومده که افرادی مثل بودا گفتن، افلاطون، ابن عربی، ملا صدرا گفتن رو میذاریم داخلش، و بعد کتاب یونگ و روانشناسان بزرگ دنیا رو میذاریم داخلش. به این دستگاه میگیم همه این اطلاعات رو به هم بزن و یه جمله اساره که تو همه این کتابا هست رو به هم تحویل بده. این جمله چیزیه که من بعد از 12 سال خوندن این اطلاعات بهش رسیدم. این دستگاه جواب میده جمله اینه: لا اله الا الله. این جمله نمیگه خدا فقط یکیست، نه، میگه هیچ قدرتی جز خدا وجود نداره. نه شرایط، نه آدمها، نه مرزها، نه ترسها، نه آینده، نه گذشته، هیچ کدوم هیچ قدرتی ندارن. کی؟ زمانی که به این جمله ایمان بیاری. فقط او هست که هست. اگه بخوام این جمله رو تو یک کلمه خلاصه کنم میشه توحید. و به خدا قسم هر کس که به این کلمه ایمان بیاره و هضمش کنه زندگیش دگرگون میشه. به نظر من ایمان به توحید یعنی نقطه پایان تمام اضطراب‌های انسان. تمام.